سلام، من سلینم. این ویدیو اولین ویدیو منه و احتمالاً آخرین ویدیو نباشه. امروز که شروع کردم به ویدیو گرفتن 7 روز مونده به تولدم. امسال زندگی چالش‌های زیادی برام داشت. نمیدونم چقدر از پسشون بر اومدم. نمیدونم توی سال جدید زندگیم بازم باشون دست و پنجه نرم میکنم یا نه. ولی میدونم اسم امسالو میتونم بذارم ترساتو با استرس بپذیر. نیچه میگه آنچه مرا نکشت مرا قوی تر میسازد. رفتم از چت جی پی تی پرسیدم پذیرش به چه معناست. کامو میگه شادی تنها از پذیرشه که به وجود میاد، حتی در میان بدترین شرایط. آیا منم شادم؟ اما یاد گرفتم چجوری بپذیرم. بپذیرم که تنها کسی که تو رو نجات میده با وجود همه آدمای خوبی که کنارت هستن خود تویی. بپذیرم کسایی رو که از دست دادم. بپذیرم که قدر آدما رو وقتی که هستن باید بدونم. بپذیرم از لحظه‌های خیلی کوچیکم لذت ببرم. بپذیرم شکست مال آدمیزاده. بپذیرم که زندگی دقیقاً همین لحظه‌های معمولیه. استرس شاید فلجت کنه. نذاره بخوابی، نذاره بیدارشی، نذاره اصلا کاریو انجام بدی. بشینی روی مبل و اون بیاد بهت بگه همینجا بشین و فقط فکر کن. میتونی جلوشو بگیری؟ شاید آره، شایدم نه. همه همینیم. به نظرم با استرس قدم برداریم بهتر از هیچیه. ترس یعنی چی؟ ترس از شکست، ترس از دست دادن، ترس از عالی نبودن، ترس از کافی نبودن، ترس از قضاوت دیگران، ترس از دیده نشدن، ترس از آسیب زدن، ترس از چی؟ کل زندگیم خلاصه شده از ترسای متفاوت. پذیرششون باعث میشه دیگه صداشون رو نشنوم؟ میذاره به راه خودم ادامه بدم؟ از چیزی نترسم؟ اگه شکست بخورم چی میشه مگه؟ اگه کافی نباشم چی؟ اصلا چقدر میتونم باش مبارزه کنم؟ به هر حال من همیشه دوست دارم زندگی ساده اما به نوع خودم بگذره.